ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 25. اثر پیشوای ملت امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت کتاب ارزشمندی دارای خصوصیت انسیکلوپدی بوده. از روی خصلت، موضوع، محتوا، روش تحقیق، نوگانی، در برگیری مواد، دسته‌بندی تاریخ تشکل، ساخت دستوری زبان تاجیکی، ارزیابی کلی مسائل زبان و ادبیات، دستاورد بی‌نظیر، تحقیقات پرارزش و صحیفه تازه در علم زبانشناسی زمان استقلال محسوب می‌گردد. اصطلاحگران عرب از هر شهر و نواحی که بر اثر شمشیر و جنگ‌های خونین به دست آنها می‌افتید، زنان و دختران را به حیث کنیزان و جوانان را به صفت غلامان به سرزمین عرب می‌فرستادند. بدیهی است که اکثر آنها زبان عربی را نمی‌دانستند و به زبان مادری خود دری گفتگو می‌کردند. دسته سیوم همان قسمت از مردم ایران زمین بودند که زبان عربی را آموخته بر اثر عوامل مختلف به شهرهای مرکزی خلافت روی آورده بودند تا بر عوض خدمت در دیوانهای دولتی یا فعالیت شاعری در دربار امیران و خلیفگان کسب معاش نماید. این طایفه مردمی دو زبانه بودند و در معاشرت با هم قومان خود از فارسی دری، در مکالمه با عربها و در فعالیت ادبی و رسمی از عربی استفاده می کردند. از میان همین دسته شاعران، ادیبان و دانشمندان معروفی برخاستند که در رشد علم، فرهنگ و ادبیات عربی اسلامی قرنهای نخست اسلامی سهمی بزرگ گذاشتند. حضور سه دسته مذکور از مردم پارسیگو در سرزمین عربها باعث گردید که زبانی دری در برابر عربی در کوچه و بازارهای عراق و عربستان به کار گرفته شود و گذشته از این به محفلهای علمی و ادبی و مجلسهای خاصه درباری راه پیدا کند. دانشمند ایرانی آذرتاش آذرنوش با اشاره به انتشار فارسی دری در محیط عربی نوشته است: کثرت ایرانیان که هنوز سنت‌های کهن خویش و خاطره شکست را از یاد نبرده بودند، به زبان فارسی اجازه داد آزادانه در سراسر عراق، به خصوص در بصره و کوفه و سپس بغداد رواج تمام یابد و حتی در توده مردم عرب نژاد نیز اثر گذارد. این اندیشه تنها یک فرضیه مجرد نیست، بلکه با دلیل‌های تاریخی می‌تواند
به اثبات رسد. این دلیل ها نسبتاً زیادند و قسمی از آنها در تحقیقات زبانشناسان شرق و غرب به این یا آن مناسبت تأکید شده‌اند. به خاطر تعیین جغرافیای گسترش زبان تاجیکی فارسی در سرزمین عرب ها ضرور است که چند از این دلیل ها اینجا نیز مطرح شوند. اخبار سرچشمه های تاریخی اشاره بر آن دارند که زبان تاجیکی فارسی دری در گهواره دین اسلام شهرهای مکه و مدینه از زمان پیامبر اسلام در معاشرت با ایرانیان به کار رفته است. نمونه کاربست چند کلمه و جمله کامل فارسی دری در مکالمه پیامبر اکرم با صحابگان در بخش نمونه های قدیمترین نظم و نثر این زبان آورده می شود. به نشر زبان تاجیکی فارسی دری در مکه و مدینه همچنین وجود تعداد زیادی اسیران جنگی از مردم ایران زمین مساعدت می کرد. جای تردید نیست که این اسیران به زبان مادری خود گفتگو می کردند و آگاهی آنها از زبان عربی از معرفت چند کلمه و جمله‌ای که برای خدمتگزاری به حیث کنیز و غلام ضرور بود فراتر نمی رفت. از این رو آنها حاملان نفوذ فارسی دری در محیط عربی مکه و مدینه بودند. ابوالفرج اصفهانی 897 967 مؤلف یکی از معتبرترین سرچشمه های شعر و ادب عربی با نام کتاب الاغانی با اشاره به غلامان ایرانی که دیوار کعبه را در عهد خلیفه معاویه ترمیم می کردند سرودخوانی آنها را به زبان مادریشان تأکید کرده است. بنابر روایت این مؤلف اهل مکه سرودهای غلامان ایرانی را هنگام کار شنیده شیفته آنها گشته بودند. فزون بر این بعضی از خونیاگران عرب سرودهای خود را از روی آهنگهایی که همین غلامان ترنم می کردند ساخته و مورد تحسین و اعجاب شنوندگان عرب قرار گرفتند. یکی از این خونیاگران موفق آن دوران سید ابن مسجح بود. خود این خونیاگر سبب دلپذیر بودن سرودهایش را پیروی به آهنگهای ایرانی اعتراف کرده است که از غلامان مکه شنیده است. مسلم است که سرود محصولی به هم آمدن دو عنصر آهنگ و متن می باشد. ابزار متن باشد زبان است. از این رو شهرت یافتن سرودهای تاجیکی در شهرهای مکه و مدینه معنای انتشار زبان دری در این مناطق عرب نشین را نیز دارد. حضور مردم فارسی زبان نسبت به شهرهای مکه و مدینه در عراق در آن دوران بیشتر و انبوهتر بود. طبیعی است که زبان دری در این منطقه از رواج و نفوذ بیشتری برخوردار بود. در دوران کشورداری امویان در شهرهای کوفه و بصره پس از زبان عربی بیشتر زبان تاجیکی فارسی دری صدا می داد. البته این محصول همزیستی عرب ها و مردم ایرانی نژاد
در شهرهای مذکور بود که سرچشمه‌های عربی زبان آن را تصدیق کردند. از جمله مؤلف تاریخ بخارا تاکید کرده است که بیش از 4000 تن از اسیران بخارا در بصره مسکون گردیده بودند. بنا به اخبار دینوری در سپاه مختار ابن ابو عبید ثقفی که برای انتقام گرفتن از خون امام حسین در کوفه قیام کرده بود، همه به فارسی سخن می گفتند. طبری با اشاره به قیام مذکور آورده است که سپاهیان مختار پس از شکست او در جنگ با مصعب ابن زبیر در سال 686 درباره مختار و بعده او به آنان درباره پیروزی به تاجیکی فارسی دری گفتند. این بار دروغ گفت. نمایانترین دلیل گسترش زبان ما در بصره همان شعرگونه معروف زیرین است که به قلم شاعر یزید ابن مفرق حمیری تعلق دارد و در زمان خلافت یزید ابن معاویه 679-683 سروده شده است. آب است نبیذ است، اسارات زبیب است، سمیه رو سبیز است. از همین قطعه یزید ابن مفرق که به حیث یکی از نخستین نمونه‌های شعر تاجیکی شناخته شده است، همچنین محیط زبانی که در بصره آن دوران حاکم بود مهم ارزیابی می شود. در این محیط زبانی نفوذ فارسی دری به حد فراگیر بود که توانست برای ایجاد قطعه منظوم فارسی در شهر عربی و از جانب شاعر عرب و عربیگو مساعدت نماید. عیان است که یزید ابن مفرق در پرتو محیط دو زبانه بصره و بر اثر اقامت کوتاهش در سیستان زبان فارسی دری را آموخته بوده است. نفوذ فارسی دری در بصره من بعد موجب شده است که گذشته از عربها نمایندگان قومهای دیگر نیز از این زبان در معاشرت خود استفاده کنند. چنانچه در کتاب الاغانی به طبیب معروف سرجویح که مسیحی و سوریانی زبان بود و در بصره میزیست سخنان زیرین در رد تهمتی که به او شاعر ابن مناظر وفاتش سال 813 زده بود نسبت داده شده است. پرگست من نگفتم، آن پسری مناظر گفت. دو زبانی عربی و تاجیکی فارسی دری در بصره خاصتاً در دایره های واعظان و قصه‌گویان رواج تمام پیدا کرده بود. علامه عرب جاهیز از موسی اسواری نام واعظ و مفسری که در نیمه دوم عصر هشتم زیسته است و فصاحت سخنش در عربی و فارسی دری یکسان بوده است به این طرز یادآور شده است. در مجلس موسی اسواری تازیان از راست و ایرانیان از چپ می نشستند و او آیتی از قرآن را می خواند و آن را به عربی برای تازیان تفسیر می کرد. سپس به ایرانیان روی می آورد و تفسیر آن را برای ایشان به فارسی می گفت
و کسی در نمی یافت که به کدام یک از این دو زبان بهتر سخن می گوید. در این خبری جاهیست همسنگ فصاحت عربی بودنی فصاحت فارسی دری و توانمند بودن این زبان برای افاده مضمونهای قرآنی به صراحت تأکید شده است. فارسی دری در پایتخت خلافت شهر بغداد نیز بعد زبان عربی دومین زبان محسوب می شد که در معاشرت به کار می رفت. این باعث تعجب نیست، زیرا در 100 ساله اول حاکمیت عباسیان 750-850 در هیئت اتنیکی این شهر نمایندگان مردم ایران زمین در برابر عربها یکی از دو عنصر مهم به شمار می آمدند. علاوه بر این در این شهر اغلب کل شاعران و ادیبان و دانشمندان عربی زبان ایرانی نژاد که عربی برایشان زبان کتابت و فارسی دری زبان گفتار بود جمع آمده بودند. حضور آنها باعث گردید که زبان دری از معاشرت در خانه و کوچه و بازار تا به مجلس و محفل‌های دربار خلیفگان عرب کشیده شود. در تأیید این مطلب از آوردن سندهای زیاد از سرچشمه‌های ادبی و تاریخی صرف نظر نموده، تنها یک مثال جالب معاشرت به فارسی دری را در دربار ذکر می‌کنیم. همچنان که ابن قفطی در اخبار الحکما نقل کرده است، یکی از دانشمندان معروف دربار خلیفه مأمون 815-833 جبرائیل ابن بختشوع به نزد وزیر فضل ابن سهل ذوالریاستین مقتول در سال 817 پس از اسلام آوردن او در سال 805 می درآید و با اشاره به قرآن که پیش وزیر استاده بود از او به تاجیکی فارسی دری می پرسد: چون بینی نامه ایزید؟ فضل ابن سهل جواب می دهد: خوش، چون کلیله و دیمنه. در این مکالمه که در دربار خلیفه عرب صورت گرفته است، به فارسی دری یعنی زبان مادری خود سخن گفتن وزیر ایرانی نژاد باعث عجابت نیست و امر طبیعی به نظر می رسد، ولی این زبان را دانستن و در معاشرت در دربار آن را به کار گرفتن جبرائیل ابن بختشوع که سوریانی مسیحی مذهب بود بدون تردید از نفوذ فراگیر زبان ما در صحنه معاشرت در پایتخت خلافت عربی مسلمانی آن دوران درک می دهد. همین طریق زبان تاجیکی فارسی دری در دوره اصطلاح عرب به حیث ابزار معاشرت در خراسان و ماوراءالنهر، ایران مرکزی و شهرهای بزرگ خلافت مکه، مدینه، کوفه، بصره و بغداد رواجی تمام داشت. با نظر داشت این امر، دوره اصطلاح عرب را در تاریخ زبان ما میتوان همچون مرحله همزیستی آن با زبان عربی که در صحنه کتابت حاکمی مطلق بود تعیین کرد. چنین یک همزیستی در سطح نطق شفاهی
محیط دو زبانه عربی تاجیکی را در قلمرو ایران زمین و شهرهای مرکزی خلافت فراهم آورد. همزیستی زبان تاجیکی با عربی باعث گردید که روند داد و ستد میان این دو زبان در مرحله مورد نظر گسترش پیدا کند. این روند هنوز پیش از ظهور اسلام آغاز یافته. کلمه های علاهیده فارسی دری با وسیله های گوناگون به زبان و شعر عرب وارد شده بودند. دانشمندان ساحه رابطه‌های زبانی چون نمونه تأثیر زبان تاجیکی به عربی به شعر شاعر معروف تا اسلامی عرب اعشا میمون ابن قیس اشاره کردند که در قصیده هایش واژه های گلستان، بنفشه، سوسنبرگ، یاسمن، نرگس، چنگ و غیره را گاه در شکل تغییر خورده عربی و گاه در همان صیغه معمولی فارسی دری استفاده کرده است. البته راه یافتن این واژه ها به شعر شاعر عرب نتیجه روابط او با ایرانیان و آگاهیش از فرهنگ و تمدن اواخر عهد ساسانیان است. چنان که معلوم است ساسانیان دولت عربی هیره را تحت نفوذ و تابعیت خود قرار داده بودند و این امر زمینه برای معاشرت و روابط فرهنگی میان ایرانیان و عربها ایجاد کرده بود. با استیلای ایران زمین از جانب عربها و به هیئت خلافت وارد شدن این سرزمین، دامنه رابطه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و معنوی میان عربها و مردم ایرانی نژاد گستردگی تمام پیدا کرد و روند تأثیر و مبادله را میان زبانهای ایرانی و عربی به حدی که با دوران تا اسلامی قیاس ناپذیر می باشد تیزانید. نشر اثر دو جلده پیشوای ملت امام علی رحمان، زبان ملت هستی ملت را تحول بنیادی در جاده علم زبانشناسی معاصر تاجیک ارزیابی نمودن به مورد است. قسم یکمی اثر از باب دوره‌بندی تاریخی زبان تاجیکی آغاز گردیده بابهای سرگذشت تاریخی واژه تاجیک و زبان تاجیکی، زبان ما در دوره استیلای عرب و نخستین سلاله های ایرانی تبار، زبان نوشتاری تاجیکی دوره آغازین، دوره بالندگی و شکوفایی زبان تاجیکی و گسترش زبان تاجیکی به صفت زبان بین المللی را در بر می‌گیرد. مسلم است که زبان از بارزترین و مهمترین پدیده های اجتماعی بوده و مثل آینه تمام نما کلیه تحولات اجتماعی را در خود انعکاس می کند. از این رو تغییرات بارزی که در محیط زیست زبانی دری پس از اصطلاح عرب به وقوع پیوست، قبل از همه در ترکیب لغوی این زبان انعکاس پیدا کرد. در نوبت خود زبان عربی نیز از تأثیر این تغییرات محیط زیستی بیرون نماند و تعداد زیادی از واژه و ترکیب‌های فارسی دری به زبان عربی راه یافته در تحول این زبان از مظهر بدویت تا ابزار فراگیری افاده افکار دینی و سیاسی و علمی و فرهنگی زمان نقش از خود گذاشتند. بنا به معلومات اهل تحقیق،
تعدادی از واژگان زبان ما به متن قرآن نیز راه یافتند که ابریق شکل عربی شده آبریز، کنز، گنج، سجیل، سنگوگیل و غیره نمونه از آنها محسوب می شوند. واژگانی که از زبان تاجیکی و زبانهای دیگر به قرآن راه یافته بودند از قدیم مورد توجه زبانشناسان قرار گرفتند. از جمله یکی از دانشمندان معروف عرب جلال الدین سیوطی وفاتش سال 1505 رساله خاص در موضوع کلمات غیر عربی قرآن نوشته و در آن واژگان تاجیکی اصلی این کتاب آسمانی را به قید آورده است. در زمان ما نیز خاورشناسان به بررسی این موضوع پرداختند و از میان آنها ارتور جفری فرهنگ واژگان غیر عربی قرآن را تعریف کرده کلمه های فارسی آن را به دایره تحقیق و توضیح کشیده است. حضور واژگان زبان ما در کتاب عظیم الشأن قرآن که در رساله و فرهنگ های مذکور به ثبوت رسیده است نشان از تأثیر این زبان به زبان عربی در آغاز ظهور اسلام محسوب می شود. من بعد این تأثیر در نتیجه عامل‌هایی که از آنها قبلا یاد شد رو به فزونی آورد و ساحه‌های گوناگون زندگی اجتماعی را فرا گرفت. علامه عرب جاهیز با اشاره به روند راه یافتن کلمات تاجیکی فارسی به زبان عربی نوشته است که عرب‌های مدینه به جای بیتیخ عربی خربوزه تاجیکی، به جای سمیت عربی روده تاجیکی، به جای مسوس مزوز تاجیکی را استفاده می کردند. همین منوال مردم کوفه به جای مسحات عربی بیل تاجیکی و به جای هوک عربی بادروج تاجیکی را به کار می گرفتند. مردم بصره باشند محلی به هم پیوستنی 4 راه را به جای آنکه مربع گویند 4 سو می خواندند و به جای سوق عربی بازار تاجیکی را کاربست می کردند و غیره. مثال هایی که جاهیز ذکر کرده است شهادت تأثیر زبان ما به زبان گفتاری عرب‌های شهرهای بزرگی خلافت آن دوران است. این تأثیر از دایره زبان گفتاری فراتر رفته در نامگذاری محلات عرب نشین یعنی در تاپانیم ها نیز به ظهور آمده است. چنانچه سیاح و جغرافیدان عرب یاقوت حموی نام یکی از محلات بصره را در گونه 4 سوج به قید آورده است که همان 4 سوی تاجیکی است. شما گفتار 25 رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان به سوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمخول شنیدید. کارگردان شیرعلی نزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.